خب استا طبقهای مخصوصی که بدیلتون اهم زیاد نزدیک است همین یک از پیش نشان میدادید. همین طبقه همه بدیل من همین رو میکنم. مثل فرزاندا. باور کنیم استاد خودش هم خیلی طبقه نداره و خود خیلی. اینا رو برای همین شروع میکنیم. کنی؟ روغن خیلی طبقه تیار میکنم. این طبقه من صداش ببینید. خب طبق گفتاست که بیایید صاحبه منو برید. ببینید. چوربه از آمد. آدم رو بیار کنید. سرم بکن. خوخ کردگی تایو. آلیا استید کنی بینم. وای ها این طبقه زیباییشه بینید ها. بینید. این لاک کردگی. نه روغن کردگی. من با دارم به روغن. هیچ چی نکردم. انایش برای چه برای کودکو انایش برای زیب زینتی در سرخان نکه کار با میتونه این چند نمود داشتم من اینو بسیار داشتم و همه خشک گرفته اومدم برای من مرحمت با طبقه برم اینو در سرخان سودگی دیدم بسیار استودیم کم طرف ناب کشیدم این باید در خونه اشکر استفاده برنده باید باشه در خانه استو باید نبستم نیو نیو که من با این طبق من با طبق کلام خیلی زیبا خیلی زیبا بچه چند سیمه خیلی پولتون خطتون میبره استاد اینجا استفاده میبره پول نبود میکنه اینجا بله وقتی که یک پولی خانه 1500 و 1400 دلار به کمش است بله اشکری خب اما با طبقی سرجانی شاه طبق شاه طبق بینید از نزدیک من گیرم اکی با نگه که استاد طبقای خوری رو نشون میرسه اکی طبقا رو شوخت رو میباری پول میکنه ده حتما یا رفقه رو فیراد میکنه سرجام نشینه من دیده همین طبقا چه سرجام من همون یا رفقه اکی و دادادی را فراموش نکردم بینید طبقای سرجام هم خیلی سرجام نشینه اکا دادارو تو کنم جمع میکنید هم خیلی نشینه خیلی زیبا هر یک طبق به طور خودش زیبا است هر یک طبق یک آفریده است همه اینا خیلی زیبا هستند خیلی حجم خطی با فکرم که یکو کسی که داری غریبی و آوردگی نیستند این یک غیرتی بسیار کلان است این همین طبقا خودشون پیش اومدگی هم پیش ای خودم همین اومدگی هم سه موشید همین دارم اینجا بودم اینا دین روز رفتیم و گرفتیم آفرین خیلی محصولی زیبا این باور کنین اگر استا اینجا آمده در وطن در تاجیکستان استا بکنن که جوش کتی طبقاش خیلی شاعر گفتم مانده بر ما به کتاب ببره از حساب 7 پشتی ما سبق ابتدای اتحاد و همدلیست دوره بنشستم به گرد یک طبق بچه ها گرد یک طبق هم صحبت شیرین کرده با مزه خوراک هم لذیذ می شود نوش جان می شود و بگذار تاجیکانی مود همه وقت یک جا باشند سرجم باشند گرد یک طبق باشد و در بین آنها دوستی و اتفاقی باشد بگذار که باشد آمین آمین و دوستان عزیز و حالا ما همین خیل یک جایه سر این میز میشینیم و یک صحبت بسیار جالب حاضر دایر میکنیم سلام علیکم دوستان عزیز دوستداران شبکه تاجفر امروز ما برای شما یک صحبت بسیار جالب داریم و نفران بسیار فوق‌العاده هنرمند معرفی میکنیم که در شهر نیویورک در منطقه بروکلین حضور دارند دوستای بسیار زبردست میر محمد و خانمشان گلرخسار هستند خوش آمدید به نیویورک خوش آمدید به منطقه بروکلین دوستان عزیز من بسیار میخواستم که اکای میر محمد از نزدیک ببینم چون که میدونید که به هنر و هنرمندی من توجه خیلی خاصه دارم و شما بینید این زیبایی رو کوهی طبقهای دستی تاجیکی که هر یکی آنها رو وقتی که از نزدیک میبینید آنها دلربای و چشم ربایند و آنها محصول ایجاد همین انسانی بسیار فوق‌العاده و هنرمند هستند که زیر دستان اینا
یک کنده بیجان و چنین اشیاهای فوق‌العاده زیبا و چنین اشیاهای بسیار مفید و فایده آور از نظر اکولوژی هم فایده آور به سلامتی و به محیط زیست تبدیل یافتند. خوب استاد عزیز، خوش آمدید بار دیگر گفتم و بگویید که چی شد که به امریکا آمدید و کی آمدید؟ قریب یک ماه زیاد شد اومدن. ما با طفیل من خانومه گرین کارتشون بازی کردن، کشولده آوردن، لیکن پیش خدمت 3 ماه پیش توقعمون اومده بودن. عجیب بود شد که این همین روز ما هم توقعمون رفتیم، همین سکلادو گرفته آوردیم. هر شکر خدا هیچی نشدن، لیکن توقع ما انشالله هیچی هم نمیشوند. فقط صاحباشون رو نگاه کردن. بله. این توقع ما که مزار گذشته شده. مزار گذشته از خودی تاجیکستان دوستان عزیز. از خودی تاجیکستان. فکر نکنه که ما بیزنس می، ما هنر خودمون رو گرفته آوردیم. بله. پیش خودمون هنرمون اومده. درست و واقعا میگن که وقتی که بخصوص امریکایی ها از دست هنرمند محصولات خریدن بسیار مهم میشمارند، چون که میگن که هنرمند وقتی که یک محصولات تهیه میکند در آن محبتش، آرزو و آرمان‌ها و انرژی پوزیتیو همراه میکند. خب برای من جالب است که خانمتان گرین کارت بریدند و شما همراهش آوردند. بسیاری ها در تاجیکستان آرزو میکنند که گرین کارت برند. چه خیلی شد که گرین کارت بریدید و چه همین قبول کردید شما؟ راستی پسرم در روسیه بودن، همون کس به توصیه کردن که مادر جون، پدر جون، شما رفته اول همین شناسنامه های خارجی گرفت. ما باور کنید ماه سپتامبر رفته شناسنامه های خارجی گرفتیم و همون آخری ماه سپتامبر و اول اکتبر ما همین برای گرین کارت سپاریدیم و خدا من رضا شد که من بورد کردم و با سبب اون که اویلری نوشته بودیم من هم شوهرم و هر دومون گذاشتیم. برای همین خداوند هم بچه‌هاتون نگذاشتن؟ پسرانم نگذاشتن. با بلیط که وقتی که ما بلیط رو گرفته بودیم برای به اینجا سفر کردن، به اینجا اومدن، پسری دویم بیام عمر جان و هم مثال بورد کردن. آفرین. بلیط چقدر میگن که وقتی که یک خوشبختی میآید تنها نمیآید و بگذار که همین تغییرات در خانواده شما مبارک شود و یک مورد زندگیتان به سمت دیگر تغییر یابد. خب اکنون رحمت، خب آمدید یک ماهی مهاجرت در امریکا چقدر بها میدید؟ آمدید به هر فکر قطعی زیق شده الان توقعم بوردیم نگاه کرشتیم همین رو دست مو کرده من رو فروشم نفروشم من کجا آمدم با چی سبب این طرف آمده نمیدونیم ایروی هنرمون بود ایروی تقدیر مون بود یا که دست خودش پروردگار مهاجرت در همه جای نامو جای ناشناس اومدن ما با هم یک نفر با لباسای ملی بخدمون نگذره دوستا میگن که این سلام نداده گذاشتن، این تاجیک بود، ازبک بود، کجایی بود. اینقدر در اینجا یک محتاج یک سلامی هموطن میشوید. از دور یک سخنی را مانند خواهم باید به ازبکی که همزن یک کلمه به مانند است همین پایات خودش بسیار مادم عبارت دیگر تاجیکه دلتان نازک و دلتان گم میزد. بله دیگه گم میزد، دلم شده شد. من اولها گپ میزدم باور نمیکردم. وقتی اومدیم ایسر فونگسر رو نیستی حقیقت هم شما یکم بود مهاجرت اومدید؟ بله در روسیه نبودید؟ روسیه یک همین مهنت خطی زحمت کشیده زندگیمون رو در تاجیکستان همین باور کلی تشه زنی یک توقع رو عیش شامی برو وردن تشه را وقتی شاگردی شما لیکن شما روسیه نرفتید در مهاجرت نبودید. این غیرت خیلی کلان است که بالاخره مثلا بچه های کلان کده تصمیم گرفتید که به امریکا مهاجرت کنید که اینجا هم کشوری خوب است اما روزهای اول و سالهای اولش زحمت خیلی زیاد طلب میکنه. ما همین
مشکلی‌ها را پشت سر کردیم و در یک ماه. همش توقف کردیم گذروندیم نه که همین یک روزی همین جرا با توقف کردن نمیتونیم برش که ببینیم همین مردم همین جا خودشون رو گرفتن اگه خیلی بخشیش یکی من نمیدونم نه که همین قلبشون رو پاک بدارن همین حضرت احترامی همین مسلمانی خودشون رو بکنن یک کس سلام بتن هیچ شو در کار نیست مهر و محبت ها بله یعنی اکای میر محمد ما آدم زحمت کشیدگی مهنت کردگی اومدگی عرقی بدن و ریختگی میون و کفوی دستم و قدیم بود سخت میرسه اکای میر محمد شما در مهاجرت بسیار مهم است که آدمای درست بخورید شما که حالا نه یک ماه شد اومده خدا خواهد ولی با آدمای واقعا هم خوب و ارزنده جمعیت تاجیکان امریکا وا میخورید و بعد این روزای به خاطر میبرید و میگید که همه خیلی آدمای هم بود چند تا شبا بخیره بگه اکجو توقت کنی صبر کنی اوخی صبرمونم کردیم که من همینجا اومدیم اگه بایستش دم که خداوند با صبر و توقت بتیاده خب چند وقت است که شما به همین هنر طبق سازی مشغول هستید؟ یک باور کنید یک 15 شو 17 سال شد نمیدونم خیلی شگون بگیم که همین هنر بوده هست بیننده های عزیز بینید این طبق ها واقعا هم طبق های خیلی بوصفت هستند وزنین طبق هایی که به زودی نمیکفند و از کدام چوب اینا تهیه شدند اینا حاضر همینجا فکرم از چند چوب هستند همینجا من فکر کردم که 3 نمود نه دو نموده اینجا در چورمغزی این دست شما چنوری من این بولوگی ها چنوری هم اصلا زربالوی هم میکنند این همه چوب میشن یکی من همین 2 چوب اختیار کردم چرا من همین 2 چوب؟ اوش که کارشون خیلی از بینم باشد یکی از تحت دیل کار میکنی تمامی قوه کار میکنی خطی دیگه چوبو آسانه ترشیدنشون ولی آسانه یعنی کاری که آسان باشد خوب صفتش هم که خوب نیست برای چی آخی باید که عرقی بدن بروی از مهنت قطعی انا بعد باید میگی که محصولات خب یعنی از چوبی چنار و از چوبی چورمغز اینجا طبق‌ها هستند و از همین 2 چوب طبق‌های خوب بله تهیه میشود من یک چیز احساس کردم که طبق‌هایی که از چوبی چنار هستند کمی غفستر و از چوبی چورمغز نفیستر است چرا؟ در ترکیب چنار آبش بسیارتر ولی قوس باشد و استا قاق بشد تنوک میشود به طور طبیعی چورمغز این روغن قطعه در ترکیب خودش روغن یود دارد این همه وقت برای به مزه میشود و این علاقه بله میوه دهنده است و فایده‌ناک و برای همین میشود که روغنی که هست اونا آسان‌تر از تنوک‌تر کردن اینا آبشون کم آب نداره اینا چورمغزهای کوهستانی کوهستان ده فقط چقدر طبیعت گیگین نرد توزه عبود هوای توزه یا خورده گیرنده برای همین اینا آب ندارن انا تاجویی که در این شهر دا میشن اولی آب دارن اینا رو دیگه کنید من اینا رو دیگه کنید چورمغزه اینا چورمغزه کوهنه باید چند ساله اینا کوهنه چورمغزه کلانسال من اینا رو بینه لق کردگی با اینا بینه لق کردگی خیلی اینا باشد رنگ طبیعیش هست نه چقدر زیبا است اینا هم مایو دوستانی عزیز اصلا به طور کلاسیکی مردم در تا جای من در یاد دارم یعنی وقتی که من کلان شدم طبق میتراشیدن و بعد دیگر اشیاءهای روزگار و مثل نومپر و بعد خوب اون اسباب‌های کشاورزی میآفریدند اما طبقچه های و مثال این پیولچه ها رو من ندیده بودم اینا محصولات های نو هستند یا که از پیش بود و شما اونا احیا کردید نه یا نو ما خودمون نکردیم همین با رفتی گفتی گپوی و یا که همین رفته هنرمندو ها ما رو اجازت دادن کسی چی هنری کنه ما هر کس ایده خودش قطعی فکر خودش قطعی همچه با خوبتر هنر رو تقلیل داشت و بوی خیلی میکنی بو خیلی شما تلوشی میگم من بسیار چیز رو کردم ولی کم آورم این خیلیش هسته با من مثال بلنده ها با بلود هست چند نموده بودن
همین نمایش چهاربیلویش همین وطنda بسیار اشتراک کردیم خیلی درخت یعنی حالا در آمریکا یعنی در نیویورک هست پیولا اینا همین پیولا شکل برای گویم که خوب شکر برای چای نوشیدن میشه همه چای نوشیدن برای شکر گرفتن برای مرچ و نمک و برای مثلا عسل و فکرم بسیار خوب میتوبد و مربا برای مربا ببینید چقدر من نزدیکتر کنم چقدر زیبا است. تصور کنید در این عسل شما میمانید و همچنین مرباهایتان میگیرید خیلی زیبا میتوبد و هم مفید اگر بخصوصا عسل باشد. این مرچ گرفتن نمک گرفتن میزتان خیلی زیبا نگاه میدارد و ارمغان های خیلی خوب است و اگر شما میخواهید که با یگان دوستای امریکاییتان یک نمونه هنری تاجیکی را معرفی کنید و هدیه کنید همین تحفه ها بسیار قلای و مناسب هستند. ببینید چقدر زیبا است و با اینجا من دیدم برای این را می شود بفکرم برای خوریش و برای قند گرفتن. من در شهر دوشنبه من یادم اومد از یک نمایشگاه از شما چنین طبقچه ها و این پایدار خریده بودم و میمانای ما خیلی پسند آمده بود. ما اون برای خوریش استفاده میکردیم. بله عیناً از همین و برای خوریش بسیار خوب قلای بود چون که ما آش را در طبق چوبی کلان میکشیدیم و در نزد همون طبق چوبی آش 4 تا همین در همین گویم که طبق های پایدار خوریش میموندیم. بسیار زیبا بود و در شهر نیویورک که اویله های تاجیک خیلی زیاد هستند می توانند با استفاده از محصولات های ملی یک بخشی فرهنگ تاجیکی را در همین جا هم دستگیری کنند و هم زنده نگاه دارند. ولی مردم رو قبول شناخته کردگی نیستم و فکر میکنن که من یکم بیزنسمن طبق آوردم فروخته این قدر طبق از کارون طبق بار زدید آوردید. خب هر یک همین طبق چند وقت صرف میکنه که یک طبق احیا شود تولد شود؟ برای این اکی حساب کتابی درست یکی برای یک طبق رفته برای یک طبق خوری بو رفته یک درخت نمیزنه میمیریم میسور میوریم خب به حساب کتاب چند تا میشه چند تا نمیشه اگه درون یا دور اومدن نمیشه یکیش از دفکت میبره یکیش میکفن. خب همین جریان تهیه گویم که یک طبق و خش تبورش چقدر وقت از اولش تا آخرش همین نیم ساعت میکشه. همین مثال در انتخاب طبق به چی اهمیت دادن در کار چقدر فهمیدن در کار که طبق به صفت و طبقه همون خوب است. اساس روزی مردم وزبی نمیگه میبردارن و ترکیبش دوره فورا آب دوره باید قاق کشید بعد سبک میشه اما سبک میگیرن سبک هم میگیرن یکی آدم میفهمیدگی و سبک نمیگیرن وقتی قاق کشید بعد توب میتیه کجلا میکنن فیگورش گم میکنن غوثرک باشه شتاب چیزی خچه فیگوره خچه گم نکنن. یعنی طبق شما میگید که طبق غوثتر و وزبینتره که گیرن و بعد اونا بشه احتیاط کرده خشک میکنن. استا این طبقه من هنوز میگیره کسی بگیره برای خوردن بگیره فقط روغن پیچونن شد پیچونن موناکی چون این آخر شیره شربت خودایی نیست این روز یک روزا میگیره روغن خالی میمونش میسته یک هفته 20 تا 2 روزا روغن مست میشه چسبک میشه بوی روغن میمونه آقا خورده نمیشه روغن پر میکنه میگه میسته ترکیبش تماما روغن میشینه مثل بوی روغن میکنه تلخ میشه. چند وقت باید همین طبق استفاده شود که بعد گویم که طبق شیره داری طبق میگیره برای خوردن میگیره یا روغن کنن مونن بعد وقتی آب کشیده یک ششتا مونن قاق کنن یک روغن دیگه میکنن آب کشیده خوردن میگیره. همین طبقه یک بعضی هاشون پشتشون چسبک میشود هم قدر میشویم نمیرود از کدام سبب؟ این از سبب اونه که او کنده که 2 طبق توزه میتیه او استو میبره او 2 طبق 4 طبق میکنه 2 طبق توزهش میره 2 طبق دیگهش بین کندن میره بین کندن شیره بعد پشتشون میکفن انوایو شیره میبرورن چسبک میشون اگر تور زده باشه کنده را
نگاه میکنه که گیجوش دا توار بچسبه لواش گرفتن آدم نمیچسبه بعد اومدن دا سخت بشه قلیش بشه اون کلی داره چسبه که بعد بید سفیدو همین درختو چسبه کنن یکیش خوش میبره بو میکنن بوی بیزه اونا چیکار کردن در خود که چسبه کش رود؟ ایوه من چند بار استفاده بودم نشد بعد همین انتخاب کردم یعنی چنار و چهارمغز. از تفسیر شما فهمیدم که طبق وزنین گیرند، طبق خشک نباشد و طبق گیرند که از چوبی چنار یا چهارمغز تهیه شده طبق همین بگیرن ایمی دستی استا بگیرن از درست طبق گیرید از دستی استا میر محمد گیرید. چرا نه؟ از بس که زیاد در بین جمعیت تاجیکو میگردم و یک مدت بسیار دوستای من میخواستند که طبق چوبی داشته باشند و خواهش میکردند که از تاجیکستان طبق فرستند. در اینجا هم با بچه هامون طبق چوبی استفاده میبریم. اصلا ما آش میگیریم، آش برای توپه و برای یلما و برای خروتاب طبق چوبی استفاده میکنیم. با کدام خوراک‌های در این کشیدن ممکن است؟ همه خوراک‌ها. اوش توپا، اوش بریده، یلما، اوش پلاو، شیر برنج، همه چی. خروتاب، شکر رو، اوش. گوش بریان هم بخور بشه. بله گوش بریان هم ما استفاده میکنیم. بله در طبقی کمتر راحت باشه. می‌مال خودت دکتر چکورتش خروتاب شکر رو. بله مادرم میگفتن که برای توپا و آش طبق اینا چی میگن؟ پیتاک میگن. پیتاک میگن. پیتاک طبق این پیتاک است و دستی شما طبق چکورک. این طبق چکورک. در چکوری بدم نیستی؟ ما شوربا را دستی میخوریم وقتی از این نفر زیاد بشیم. نونی اگر چند روزه باشه خوش اون ریزه میکنیم. در طبق چکور شوربا و آش میشود خورد. البته شوربایی که زیرگونده میکنیم. خروتاب و شوربا چکور خروتاب و شوربا در طبق چکور، در طبق پیتاک آش و گوش بریان و همه چیز. یکی طبقتون بسیار زیبا. حالا این صفتی که هزی من رزمه توش دادیم حالا ایده همون خروتاب و شوربا را آشم در علی خورده میشود. هیچ کار نیست. یک چیز من از بس که ما رو تاجیکانی تماشا میکنند که یعنی هم تاجیکای تمامی جهان تماشا میکنند و باز تاجیکانی تماشا میکنند که در اروپا هستند، در امریکا و در کانادا هستند. البته وقتی که اونا مهاجرت میکنند، هر یک کس وقتی مهاجرت میکند همون فرهنگی این یا اون دولت و آنها تاثیر میکند و بچه های ما تاثیر میکند و شاید بعضی ها فکر کند که طبق چوبی تنها برای در یک جای همه کسا با دست خوردن است که با نظرداشت فهمیش آدمایی که اینجا زندگی میکنند شاید میگن که این از نظر گیگینی خوب نیست. ما طبق چوبی رو چیکار میکنیم که ما از آن هممون به اینم یک جای نمیخوریم. لیکن میدونید دوستان عزیز در همین امریکا هم همون طبق چوبی که من از تاجیکستان درخواست کرده بودم آوردن. دو مهمانی که میآید ما در آن خوراک اساسی رو میکشیم و بعدا هر کس برای خودش چنین میتوانستگیش همون خواهش خودش میگیرد و در طبقچه میخورد. برای همین دوستان عزیز و به ملال به یگان اندیشه میتوانید از این گونه طبقهای زیبا خریداری کنید، دسترخوانتون آرا دهید و مهم از همه این که این طبقها شخصا برای من یاد تاجیکستان میبیارد. همون آیله های سرجم میبیارد، خش و تبار میبیارد و همون بوی خوراکی که در تاجیکستان همون از خانه همسایه می اومد و از آشخانه خودت می اومد و تو خوراک بخصوصا ماه رمضان وقتی که پیش از شام دلت گم میزند برای خوراک همون لحظه های به یادم میارد و من فکر میکنم که مهاجرت لحظه های دشواری خیلی زیاد دارد اما همین لحظه های شیرینی که ما در وطن با پیوندانمون داشتیم برای جبران شدن همین لحظه ها برای باز ما را نیرومند کردن برای تلاش و برای پیشبرد به زندگی آینده تکان میدهد آماده میکند. خب مردم تاجیک همین در همین امریکا دارن همین یک طبقه بگیرن که اینم که سرجمی میشود. بله فهمی میشود. بسیار آیله ها علاقه دارند و آیله های نو میتونند بسیار تر گیرن. وقتی ما خودمون اومده
табаққомон маҳкам буданда як будами дилпире гирифтем ки ҳами табаққомонро биёрам. چیزی خوردگیتون نفهمیده ده؟ баъд як рӯз гуфтем фатир овардему табақ надорем табаққо маҳкам. گفته ای خدای در چی خورم یگان چی نیست. ما طبق تایید در خونه فراموش کردیم طبقی که انا اون طبقتون چند سال شد استفاده بردید؟ و قریب از 30 سال زیاد شده. چند وقت که اویله درستید؟ شب همون ای 94 سال شد 29 سال همون طبقی برابر ماندگی اومدگی اونه که کستر شدگی نه اونه که مادر از خشتمانتون از مادرتون بله بله و خشتمانمون با هست که به اهمیت کردن کلو غلطوندگی افتوندگی که آهن چسبوندید همون شما که بوی مادر میکنه بوی بیبی میکنه بوی همون لحظه‌های بچگیتون به یاد میبیاره. بله بله دیوانه میشه طبق چوبی یادی بچگی میکند. خیلی خوب باور کنی اگر که طبقمون اینا که نه یک هفته شده میجره باور کنی خود فطیر آوردم یک کرتو کزنه طبق لیده چی کیلو در یک لالی در یک پلاسماسی گرفتیم همینجا در کرتو قرار خوردیم مازه ندارم. استوی طبق این سنسات است. استوی طبق چوبی در آمده روش به طبق پلاستیکی آمده ولی که آوردم کرتو در طبق پلاستیکی خورد. اما یا شیوکی قرار که با یادواری بموردی این بینید میگد که چرخ و فلک و مرا به چرخ آوردی کلوبی بودم مرا به بلخ آوردی کلو بودم آب شیرین میخوردم سرگشته مرا به آب تلخ آوردی. لیکن امریکا آب تلخ ندارد. یک کمی صبر میکنید همش خوب میشه. همون کلوبا یک پیشتر آبی بود است که تلخ بود است لیکن این دوستداری وطن همون آب تلخی وطن شیرین میگه. آب شیرینی غریبی را تلخ داده درست. چون که غریبی این برای همین میگن که دعای 3 نفر بسیار اول مستجاب میشود. مسافر، یتیم و معیوب و بیمار. و خدا کند که مسافرای تاجیک شهروندای تاجیکستان که در مهاجرت هستند در کجای نباشند سرجم باشند در امان باشند و همه وقت دسترخوانشان پرناز و نعمت باشد و در طبقهای چوبی سرجم یکجا خوراکهای گرم خورده و فقط خندند. همین طبق فراموش نکنید. طبق فراموش انکون بینید همه وقتی که میگن که حاضر همه اینقدر صحبتی مو فهمید میگن که چند سوم باشد. انکون نرخ تاجیکستانی یا که نرخ آمریکایی باشه. بله رحمت. همین تاجیکی که در خونش طبق تاجیکی نداشته باشه وقتش تاجیکستان نگیرم. درست. اکو نرخوی بگید کنی نرخوی. نرخو که دلاری همین $200 سر میشه و نمیروم. چند سوم است؟ اکو نرخو ایجا چه فرمونی؟ من دست شروع بدگی 200 سو. $200 چی؟ این هم اگر خریدارش باشه 250 سو. من با کلانتارش من چی فرق میکنه نه از 200 از 250 حجمش از حجم کلانتار من با کلانتار این چی؟ 300 خب اون طبقه خیلی طبقه گویی یا خشون گرفتگی خیلی طبقه خوب. این طبقه چقدر؟ چند سوم؟ یک 300 سوم. خب $300 از چوبی چنار و در بینش پایین گل دارد پناهش هم با نقش آرا داده شده است. طبقه کلانتون چی؟ کلان چقدر از کلانیش؟ این حجمی 73 وزنش 73 زیاد. این زیاد نرخش 1000 سوم زیادتر. چند مدام میتونم؟ چند مدام میتونم؟ این قریب 20 مدام میخورم. 20 مدام. اما اینش با کلانتر اینش 450 400 من با 350. اکنون مردم تاجیک سودا کردن دوست می‌دارن. همین سودا میشد؟ سودا میشه گرد در سر خریدار که جا مثل شعب زاو داره که همون داره که بخون دخونم طلاق باشه یا دیور و از دستی هنرمند باشد بیاید یا مهمونش یک طبق تا همین آش برو را یا کشیر برو یا گوش بیرون که برو را همون اودام همون طبق بینه همون گوش بیرون نمیخورم درست. خب دوستان عزیز نترسید از نرخ‌ها
нархҳо ба қавли тоҷикӣ савдо карда мешавад. Марҳамат, савдо карда табақҳои дӯстдоштатона гиред. دستی گفته خوش میکنن میگیرن اینا چند اینا 50 برای خوروکو یکو. این برای خوریش چند؟ نه 50 پیوله ها چی؟ پیوله 20 همه خریدار بازار باشه خیلی ارزون هم میکنیم خیلی به پول هم میشه و اگر خریدار خوب باشه خرید خوشی کنه به پول هم میتیم خیلی شما با نظر میکنیم همه اینا خیلی زیبا هستن همه قدشی آوردگی ما دیگه ایجاد طبق پروژه نمیشه بله اینجا که ما برای کمبودیمون آوردیم که بسیار پیش هیچ که گردن اونا کارش نکنه همین محصولات رو خواهی دیدیم ما اومده که خطیبون درست و دوستان عزیز اصلا هنرمندان همون وقت به هنر خود باز دلگر میشوند که وقتی به هنر آنها توجه میشود هنر آنها رو قدر میکنند و اگر شما در نیویورک هستید یا اینکه در دیگر ایالات امریکا و میخواهید از این طبقه‌های زیبای تاجیکی در خانه‌دانتان داشته باشید فکر نکنید هنرمندان رو دستگیری کنید خریداری کنید از این محصولات میگن که از همه کمک زیاد به هنرمند این همون است که وقتی که شما محصولی دستی آنها را خریداری میکنید این هم حسن توجه بیان کردن است و همچنین دستگیری نمودنی هنرمندان به حساب می رود. دوستان عزیز باز من به شما طبقه را از نزدیک نشان میدهم و شما برای صحبتی جالب تشکر شما دی مهمون باشید تشکر ما همه دین رو رنگ هم طبقه ما کشود بسی است مرحمت کسی میگه مور نخواه پیدا چوی اردو نتوید برای مرحمت طبق فرات رو خطا میگیم اوش میگم تشکر زیاد دوستان عزیز و با شما موفقیت آرزو میکنیم ما استوا برای مردم استوا برای شما استوا برای این خلق ما برای خودمون استا نیستیم ما برای هم مردم استاییم درست و برای همین تا دیدار خیر نمیگوییم و باوری دارم که استا میر محمد را در چاره‌بینی‌های منبعدی جمعیت تاجیکان زیاد خواهیم دید چون که تاجیکان جشن نوروز تجلیل میکنند جشن استقلالیت در پیش است که جشن گرفته می شود و حتما شما می توانید که محصول دستی این استای زبردست را باز از پیش ببینید اما تا این وقت من تلفن های استا را در پایان این ویدیو می نویسم با این کس در تماس شوید و از این محصولات خریداری کنید و همین یک کمک شما برای رشد هنرمندی و ترغیب فرهنگی تاجیکی برای خانواده هایتان برای بچه هایتان می شود و همچنین دستگیری یک هنرمند که در یک کشور نو برای خودش باز در قطار ما و شما خانه نوی خود را بنیاد می کند تا دیدن